سلام دوستان عزیز. توفه تاریخی تیمور رحیموف دوست عزیزی ما در روز ایدی کنستیتوسیا 6 نوامبر این بینید برادرات من تبریکش میکنم کلی تاجیکستان کلی فارس زبانا تبریکش میکنیم که مدال طلا مبارکش باشه. همه وقت خنم که پرچم برداری ملت باشن این برادری ما سربلند باشه در کجای باشه نه باشه خداوند یار مددگارش باشه. که برادر دیگه چی بگم مخ خرسندی رو دیگه نمیدونم چی بگم. همه وقت خنم خیلی سربلند باشی خداوند بزرگ به اقبالت نکنه. همه وقت خنم خیلی نامبرداری تاجیک و تاجدارا باشی نامبرداری فارزبانای روی دنیا باشه. همه وقت خنم پرچم تاجیکستان بالا باشه زنده باشی. بازم چی گفتنیم خداوند به اقبالت نکنه سربلند باشی. ما همه ما مردم تاجیک خرسند کردی انا خداوند بزرگ همه وقت خنم خرسند بگردونی ما را. زنده باشی دوستان. دیگه گپی گفتنی من ندارم برای خودت. زنده باشی دیگه. با هر کم حلقات دیدم همو ای بچه‌ای من کم گوشتنگی رو که میفهمی خیلی وزن میخواد تله کردن لیکن تو ممکنه خب بوز بالگی که تو داری تو ممکنه با تو دیو چاپ کنم خیلی ما خودت باوری داریم. همه خنم خیلی سربلند باشی دوستم. در کجای باشی نباشی زنده باشی. باقی پناه خدا. ما یک تیمور جانانه همه ورزشگرا رو ما هم دستگیری میکنیم. شما فکر نکنین هر یک کدامتون که میبرید سمندر دیگه مقصد همه شکل نمبر من نمیگیرم. چی مهم باشه کدام همین ورزشگری که میبره بدونن که ما در بیخ تلویزیون کارمون پرفته میشنیم درد میکنیم انتظاری میکشیم که کی همین برادری ما کوچ خیل میزنه. هر وقت که شما رو میزنه میدونید که ما 2 روز 3 روز بیناسترین میگردیم. باور کنین برای میخواد غیرت کنین کوشش کنین ناموس کنین. ای همه در پیش همین ناموس های ناموسی وطنداری ناموسی ملی ناموسی تاجیکی و پیش. همه ورزشگرای تاجیک به پیش زنده باشید. ما صنعتکارا همه وقت دوگیم به پیش. ما خلق تاجیک دوگیم به پیش زنده باشید. انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامدین رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین های نو زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین. باقی سربلند و خانه آباد باشین. همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشید.